بچیم عزیزم فکر نمی کنی زود است؟ شاید هم دیر شده باشه خانم کاکا. عزیزم چی شده؟ چرا همیشه گرد گرد کاکایت میچرخی؟ کدام گپ خاصی نیست. محمد جان ما تو را بسیار خوب میشناسم و شوهرمون بسیار خوب میشناسم. هر چی که بینتان است برام بگو، میشه یک راه حل پیدا شود بچیم. اشتباه فکر کردین خانم کاکا. ما راجع به کار گپ میزدیم. من همه چیز میفهمم. اگه میخوای یک بار دیگه برام بگو. شاید که تو را کمک کرده بتونم بچیم. بله مأموریت پلیس است؟ مأموریت پلیس است، بفرمایید. روز بخیر بچیم. میخواستم که یک گپ براتان بگویم. بله بفرمایید. آی راستش من خونه میفهمم که اول از کجا شروع کنم بچیم. دخترم با وجوده که زنده بود او را مرده ثابت کردن. او را از پیش همگی پنهان کرده یک جای دور برده بودن. هم مرا هم خانواده من همگی را فریب داده بودن بچیم. من خونه میفهمم که چطور دخترم تانست از پیش این ظالمان نجات پیدا کنه. حالی هم همراه ماست. همین موضوع را میخواستم براتان بگویم، دیگهش خودتان میفهمین. در خانه تان هستی؟ حالا که تو آمدی دیگه تنها نیستم. خوب هستی؟ بله خوب هستم، فقط سرم دور میخوره.
خوب هستی؟ چطور میتونم خوب باشم؟ وقتی که اینقدر غم در قلبم است و با چیزهایی که از دست دادم میتونم خوب باشم؟ اگه دیوانگی نمیکدی اتفاق نمیفتاد. تو چطور این کار کردی باده؟ چطور این کار کردی؟ فقط که تنها من مقصر هستم. تو با من دروغ گفتی، مرا تنها رها کرده پیش او رفتی. راستی؟ بس به خاطر ای تو هر کسا میکشی؟ من برات نگفتم باده؟ برات حقیقتا نگفتم؟ ها؟ برات تمام گپا را گفتم؟ یا تو نفهمیدی که من هوا را دوست دارم؟ او را تهدید میکنی که باید مرا فراموش کنه. وقتی میگه ای کار نمیتونم باز بالا شلیک میکنی؟ پس تو هوا فقط همین گپا را برات گفت؟ یعنی تنها دلیلش همی است؟ بله فقط امیره گفت. پیش از اینکه هوا از زندگیت بره تو از دروغایش فرار میکردی، چون دیگه نمیتونستی بالاش اعتماد کنی. بعد از او به خاطره که بتونی غمایش فراموش کنی پیش ما آمدی. یادت هست؟ چون با من اعتماد داشتی، بالایم باور داشتی، حالی هم باز پیش ما آمدی، پیش خانومت. اما یه بار فریبش خوردی مرا مقصر فکر میکنی؟ ما ای قسم نگفتیم باده. اگر نه خوب میفهمم مقصر کی است. من طفل تو را در بطنم پرورش میتم. طفلی را که تو از من میخوایی، از هر دوی ماست یوسف. وقتی که تو نبودی من یک زندگی آرام و راحت داشتم. دفعتاً به زندگیم آمدی و همه چیزا برهم زدی. من به تو اعتماد کردم، گفتی که خوشبخت میشی، باور کردم. به خاطر تو تا مقابل پدرم استاد شدم، به خاطر تو از زندگیم تیر شدم. اما تو در مقابلش با من چی کردی؟ با وجودی که میفهمیدی در خانه خود، در اتاق خود منتظرت بودم، اما بازم رفتی پیش هوا، با من خیانت کردی. حمیده؟ عجیب است، سالام که بگذره بعض عادتهای تغییر نمیکنه. همیشه هر وقتی که کمی ناراحت می شدی اینجا می آمدی. خواهش میکنم چند لحظه اینجا باش لطفاً. میخوایم بعضی گپا رو برات بگویم. خواهش میکنم بیشی. تشکر. میفهمم که کار بسیار بدی را انجام دادی، اما باور کو هدف بد نداشتم. خواهش میکنم
کم مرا درکو. وقتی که درباره‌اش فکر میکردم که چطور میتونیم از این وضعیت بد نجات پیدا کنیم، چاره نداشتیم، تنها میرا مانده بود. بله، او وقت میگفتم شاید که از این مشکلات نجات پیدا خواهد کردیم. بادا، ببین ما معذرت میخوایم. واقعا ازت معذرت میخوایم. ای کاشی اتفاق نمیفتاد. هوا قسم دیگه ای گپا برم گفت. پس توقع داشتی چی بگویه؟ میگفت اول او با گپاش مرا با من میزد. البته که ایران میگفت. من با او گفتم که تو را بیشتر از جانم دوست دارم. برش گفتم که طفلت در بطنم است. اما او با من رحم نکرد یوسف. با چشمایم سهل کرد و گفت با ما و یوسف فرق نمیکنه. تو چی خبر داری؟ شاید مام حامله باشم. نتونستم این گپش تحمل کنم. بسیار ناراحت شدم. فکر بکردم کسی با خنجر به قلبم میزنه. تو چطور این کار کردی یوسف؟ به خاطر چی این کار کردی؟ زندگیم برات هیچ مهم نیست یوسف؟ هیچ ارزش برات نداره؟ اگه در وقت جدایی گپم میگفتی او وقت فقط یک بار عذاب میکشیدم، فقط یک بار. اما وقتی که این گپ از زبان هوا شنیدم نابود شدم. زندگی خود از دست دادم. غرورم شکست یوسف. تو خودم میفهمی که از تشویش چی چیزایی را از دست دادم یوسف. ما با تو چیزی گفتن نمیتونم بادا. معذرت میخوایم. نباید این کار میشد. نباید اینطور میشد. بسیار پشیمون هستم. بیبی یوسف، بیبی تا زندگی اصلا در دستم نگرفته بودم، اما حالا گرفتم. شما مرا مجبور ساختن. بادا، تو و هوا شما مقصر هستین. بادا، تنها جرم من این بود که تو را بیشتر از جانم دوست داشتم. درست است بادا. با گپایت باور کرده بودم، با تو اعتماد کرده بودم. تو با من وعده داده بودی. درست است بادا. اما حالا بیبی که چی شد؟ دستم به خون آلوده شد. من قاتل شدم و باعث این کار شما هستین. شما. درست است، آرام باش.
یلماس خان، هوا برای ما یک پیشنهاد داده بود. او گفت که از ما شکایت نمیکنه، اما ما میتونیم که از این فرصت استفاده کنیم. یلماس خان، از دیروز تا حالا می گپا رو تکرار کده میری. حمیده خسته شدم به خدا. اگه او دختر تو را ببخشه و از او کارت چشم پوشی کنه، بازم تو گناهکار هستی. فکر میکنی میتونی که این همه را تغییر بدی و گناهایت پاک بسازی ها؟ ایره میفهمم که محمد چی کارایی را انجام داده بود و به خاطر تباه ساختن خانواده ما از هیچ کار دریغ نکرده بود. اما او به این موضوع چی ارتباط داره؟ ارتباط داره یلماس خان. رابطه هوا و جنید خود سر زبان است. تمام مردم میفهمن. بله، حتی یوسف به خاطر این ماجرا زخمی نشد. یلماس خان، بیبی که ما چی فکر کردیم؟ اگه هوا تمام این کارهایی را که شده سر جنید بندازه، باز همگی ما نجات پیدا میکنیم. هم محمد، هم ما. ها؟ بفرمایید. روزتون بخیر. با ما یک گزارش رسیده. گفته شده کسی که مرده بود هوا کارجی بود، اما حال زنده است. راجع به این موضوع چیزی میفهمین؟ درست است بالا. بیبی معذرت میخوایم. نباید همراهیتی کارم میکردم، اما معذرت میخوایم. ده حق تو ظلم کردم، درست است. عوام نباید کارا را همراهی تو میکرد، میفهمم. ببین ما بسیار معذرت میخوایم. و اسلحه را به ما بده بالا. اسلحه را بده. تو به هوا نگفتی که من حامله هستم؟ بله گفتنتان هستم. و اسلحه را بده. بده. تو از قصد نگفتی یوسف؟ به خاطری که ناراحت نشه. تو به فکر کی بودی یوسف؟ به فکر او بودی یا به فکر من؟ باده و اسلحه را بده. دیوانگی تبان لطفاً. از این سوال پرسیدم. باده. ببین ما نظر خودت در مورد هر دویتان گفتم. باده ایلاکو یوسف تو میخوایی چی کنی باده؟ میخوایی چی کنی؟ تو میخوایی چی کنی باده؟ با خدا من نفهمیدم که شما چی میخواین بگوین. خانم هوا زنده است یا نه؟ فقط همیره میخواییم بفهمیم. شما راجع به او چیزی میفهمین یا نه؟ این دیگه چه قسم سوال است عامر صاحب؟ اگه این گپتان راست باشه با خدا سکت قلبی میکنم.
او دختر زیر خاک وقت پوسیده شده، چرا نمیفهمین؟ با ما گزارش دادن خانم، مجبور هستیم که پیگیری کنیم. کی باید قسم گزارش بیهوده را داده باشه؟ یک خانم زنگ زد و شکایت کرد و نشانی رام که داده همی خانه است. شما با هوا خانم چی نسبتی دارین؟ ما خاله او مرحوم میشم. خب این خانه از شماست؟ نه این خانه از ما است. سلطان خانم چی شده؟ اینا به خاطر چی اینجا آمدن؟ غیر شما کسی دیگام در اینجا زندگی میکنه؟ چرا پرسیدین آمر صاحب؟ من خود چیزی را نفهمیدم. لطفاً بگوین که هوا خانم اینجا هست یا نه؟ ای چه قسم سوال است آمر صاحب؟ آیا گاهی شنیدین که یک مرده زنده شده باشه؟ ما خود نشنیدیم. ما خودم نمیفهمم خانم. با ما گزارش رسیده که اینجا رو بررسی کنیم. پس اول باید قبرستان ببینین آقا، تا که دلتان جمع شود با ما مزاحمت نکنین. همه تو نیست؟ شما هم همینجا زندگی میکنین؟ نه خیر من اینجا مهمان هستم. خواهرم و شوهرش وقت دخترشان فوت کرد خانه را به ای آقا فروختن. ما آمدم که بعضی وسایلشان از اینجا ببرم آمر صاحب. اگه 1000 دفعه مرا قفل کنی فایده نداره. تو خونه گفتی که پلیس باور نمیکنن نمیآیا. مرا فریب داده رفتی. مرد پست خدا لعنتت کنه. بازم دیگه تو دیونه شدی. اگه چیزی برشان بگویی برای بیچاره ما هیچ مهم نیست. وقتی تو برم گفتی که دخترت مرده، وقت ما هم 1000 بار مردم و زنده شدم. حالی حالا کسی بیچاره شوه، او تو هستی که باید بیچاره شوی. وضعیت ازی بدتر نساز. لطفا آرام باش. اگه تو دانه باز کنی دفتر میپرسن که در این کار کی دست داره. باز اون نفر بدبخت و معصوم چرا نمیفهمی؟ چوب باش. او زن است. هر کدامتان که این کارا را انجام دادین خدا جزایتان میته. خواب دیدیم جزایتان میته. زرکتی اونگی نکن. تو دخترت داتش میندازی کمی فکر کن. او دخترم است. کسی نمیتونه که او را از ما بگیره. میفهمی؟ تو هیچ نمیتونی که دخالت بازم اشتباه میکنی. با واقعش فکر نمیکنی. لطفا آرام باش. بیبی همگی فکر میکنن که هوا مرده. اگه او خانواده را نگیری پلیس بدی واقعا تو را میکشن. باز وقت هوا دخترت از بین میره. تو چرا اینو درک نمیکنی؟ خواهش میکنم لطفا آرام باش. وای تو هنوزم با فکر خودت هستی؟ آدم بی‌وجدان. باید جزای کارایت ببینی. باید زندان بپوسی. تو هیچ انسان نیستی احمق. بسیار بی‌غیرت هستی. ایره باید بفهمی که من از هیچ کس نمیترسم. بس از دیگه زن. داره دبستن که اگر تو را میکشم بس از دیگه. کمک کنین من اینجا هستم. کمک کنین. آرام باش دیگه. تو چه قسم فکر کردی حمیده؟ عقل تو چطور به این گپا کار میته؟ یولماس خان چند دقیقه صبر کو بلیاز خدا. تو فقط عصبانی میشی بس. اگه به گپایم گوش کنی و درکم کنی شاید برم وقت بتی. قسم طرفم سل میکنی فقط دشمنت باشم. اما چاره ندارم. کار که شده دیگه. یولماس خان من میخوایم با کمترین آسیب از این موضوع نجات پیدا کنم. من از تو یک سوال دارم. فکر میکنی او جنید قصد جان ما را نداشت؟ کوشش نکرد خانوادی ما را از بین ببره؟ خب حال با مقصر دانستن محمد کارای او را نادیده میگیری؟ وقتی که او را چیزی نمیگم پس میخوایی که از کارای تو هم چشم پوشی کنم حمیده؟ همه طور است؟ من میخوایم که به خاطر نجات همگی ما یک راه و چاره پیدا کنم. حمیده تو جرمی را که مرتکب شده میخوایی که تمام او را به گردن کس دیگه بندازی؟ یعنی راه حلت همی است حمیده؟ در این مدت تمام او کارایی را که نباید انجام میدادی او را انجام دادی. یوسف از دست زیاد خون میره. بیا که شفاخانه بریم لطفا. اگه تو را چیزی شوه من میمورم. درست است باده. اول باید خونش ایستاد کنیم. این بکس باز کن. درست است.
درست است باز میکنم. اول بگو که من چی کنم. اول باید دوا بزنم چطور ها؟ اول باید با بنداژ بستش کنیم باده. خدای من چطور تانستم این کار کنم؟ من چه قسم یک انسان شده؟ باده بس است. حالا دیگه وقتی ای گپا نیست. باده آمر صاحب، ما هم از خداوند میخواستم که دخترم دوباره زنده شوه، اما این خیالات بیهوده است. هر کس که گزارش برتان داده دروغ گفته به خدا. توبه کردیم خدایا، ما خودش نمیفهمم چرا این کار همراه ما کردن. بیکارا زیاد هستن، خدا میفهمه که چی هدف داشتن. بسیار خوب، ما دیگه میریم. تو کدوم گفتنی داری؟ آقا صاحب خانه شما سینما یک کلمه هم گپ نزدین، چی شده؟ به خدا ما هم نمیفهمم که چی بگویم آمر صاحب. اولین بار است که تو یک موضوع را میشنوم. به خدا شما را به زحمت ساختن، اما ما هم چیزی به گفتن ندارم آقا. این صداست کجا آمد؟ از اینجا گم شو. کسی نمیتونه که مانع ما شوه. اگه یک بار دیگه مانع شدی این کلنگا در حلقه درو میکنم. گم شو. اگه بازم شک دارین برین ببینین آمر صاحب. هر صبح که پیشکا خدا در دیوار میزنن شاید کدام چیزی را چپک کرده باشن. چی بفهمم؟ همونطور نیست آقا رشید؟ بله همونطور است. بسیار خوب، گپای شما را قبول میکنیم. خوش آمدین، بخیر برین، زنده باشین. استاد شوین. شما را میگم استاد شوین. میخواین کجا برین؟ من برای شما خبر داده بودم. دختر من زنده است. اینا دست یکی کردن که او را مرده ثابت بسازن، اما همگیشون دروغ میگن. باده بیدار شو، چشمایت باز کن. چی شده؟ ما چرا اینجا خوابیدم یوسف؟ تو ضعف کرده بودی. ما این کار کردم نه؟ ما این کار کردم؟ ما دستت زخمی ساختم. راحت باش، من خوب هستم باده. من خوب نیستم یوسف. دیگه خوب نمیشو. اصلا دستم گرفتم، به تو شلیک کردم، به هوا شلیک کردم. من دیگه وضعیت خوبه ندارم، به تو آسیب رساندم، خوب نیستم. بس از دیگه ازت خواهش میکنم فراموشش کن. امکان داره از یام کده اتفاقات بد رخ بده. اگه به این کارهای احمقانه ادامه بدی یک بلای حتما سر ما میاری. میفهمی تو در حق ما بسیار ظلم کردی. کاش که مانع ما نمیشدی. من دیگه نمیتونم قسم زندگی کنم یوسف. بادایی قسم نگو. گفتم که همه چیز خوب میشه. اگه قرار باشه بدونی تو زندگی کنم دیگه زندگی برام ارزش نداره. ایچی قسم گپاس که میگی. ببین ما پیشت هستم، همیشه همراهت میباشم. دیگه بیشتر از این با طفل ما ضرر نرسان. خواهش میکنم آرام باش. اعلایم کو دیگه، اعلایم کو. از این فریبکاریتون دست بردار نیستین. خسته نشدین که قدر دروغ گفتین ها؟ چرا قصر صدا دارین که اینجا را حمام زنانه فکر کردین؟ آمر صاحب خوش آمدین. خوب شد که آمدی رمزی. سر خواهرم باز حمله آمده، گفتم میره که هوا زنده است.
ای بابا بازم تو دیوانگی تجربه کردی زن. بس از دیگه چرا این کارا رو شما میکنی؟ میخواین که مرا دیوانه نشان بدین ها؟ چطور دلتان میشه که این کار همراه من انجام بدین؟ شما ببینین من دیوانه معلوم میشم. کلشان دروغ میگن عامر صاحب. باور کنین اینا دروغ میگن. خودتان بیاین بالا همه چیزا ببینین. عامر صاحب ببخشید معذرت میخوایم. تو دیوانه شدی زن. برو آرام عامر باش. صاحب میفهمین موضوع چیه؟ از وقتی که دخترش فوت کرده این زن کاملا دیوانه شده. مشکل روانی پیدا کرده. گاهی وقت میگه که دخترم زنده است، گاهی هم میگه که باز مرده. دروغ میگن. به خدا قسم اینا دروغ میگن. کی گفته که من دیوانه هستم؟ قواریم به دیوانه میمونه؟ لطفاً بیاین بالا با چشمای خود ببینین که من دروغ میگم یا اینا. خواهر تو چرا قسم کارا را میکنی؟ چرا آبروی ما را پیش اینا میبری؟ لطفاً. بله من بسیار خوب میفهمم که چی میکنم. من ازتون خواهش میکنم که به گپایم باور کنین. فقط به خاطر من بالا بیاین لطفاً عامر صاحب. درست است میری میبینیم. بیاین خواهش میکنم یک بار ببینین از این طرف. درست است. حالا که آمدین برین شکتان را دور بسازین. خانه را ببینین. اما برتان میگم بدون ما کسی نیست. مادر خدا ازتان راضی باشه. بسیار خوب کارایتان انجام میتین. خدا شما را حفظ کنه. بسیار برام جالب است. میخوایم بفهمم که تو میخوای چی کنی. اینجاست. بفرمایین اینجا خواب است. یولماس خان یک چیز بگو. تا چی وقت این قسم چپ میباشی ها؟ تا چی وقت میخوایی گپایی که در ذهنت از پنهان کنی؟ خواهش میکنم یک کم مرام درک کو. چیزی ازت کم نمیشه. تو خوب اندازی کافی به فکر خودت هستی همه تو نیست؟ به خاطر کارهایی که کردیم از خود دفاع نمی کنم. حتی زیاده رویم کردیم. ایره میفهمم. اما لطفاً به گپایم باور کن. هر لحظه هر ثانیه دردش در وجودم حس میکنم. پیش وجدانم خجالت هستم. یولماس خان چی بگویم؟ من خو از اول گفتم. از امو اول گفتم. اما هیچ کدامتان به گپایم گوش نمیکردی. بس به خاطر امی است که تو فکر میکنی ای کارایی را که کردی حق داشتی ها؟ بس از دیگه همیده. بس از چوب باش گپ نزن. این موضوع دیگه برای توضیح دادن ضرورت نداره. یولماس خان آی بلیاز خدا. همگی ما انسان هستیم. همگی ما اشتباه میکنیم. اما ما این گپا به خاطر دفاع از خود نمیگم. اگه به گذشته خود فکر کنیم تو هم بسیار اشتباه کردی. ما هم اشتباه کردیم جانم. من هر کاری که میکنم به خاطر ای است که بعض اشتباهات خود جبران کنم. لطفاً کم فکر کو. به ای کم فکر کو تصمیم بگیر. درباره‌اش فکر میکنی نه؟ خدا قسم میخورم تمام شب اینجا استراحت کرده بود. من بالای سرش بودم. دیدی مادر جان اما اینجا نیست. کار ایناست. حتما بازم کدام بالای سرش آوردن. دختر من کجا پنهان کردین؟ آی توبه توبه. من خب برتان گفتم که خواهر مشکل روانی پیدا کرده. من چطور میتونم خواهرزاده خدا پنهان کنم ها؟ عامر صاحب درد اولاد است دیگه. هیچ کسی درد تحمل کرده نمیتونه. بازی خب مادر است. گناهش نیست. خواهر قسم نکو. با این کارت پلیس آرم از کار انداختی. طرف ما چشمایت نکش سلطانه.
اگر نمیکشم در دستت میتم. بگو که دختر من کجاست؟ زود باش. هوا زنده نیست. هیر در مغز جای بده هوا زنده نیست. هر جایی که رفته باشه پیداش میکنم و تسلیم اینا میکنمش. پس شو. هوا دخترم کجاستی؟ بیا. بیبی فکر میکنن که تو مردی. بیا خودت نشان بده دخترم. دخترم کجاستی؟ بیا. اینا فکر میکنن که من دیوانه شدم. دخترم بیا. خواهر جان، بیبی کسی اینجا نیست. دیگه بیشتر از زیده مقابل پلیسا و آقا رشید آبروی ما رو نبر. بیبی خواهر، تو بدون اجازه در خانه مردم آمده ای وضعیت برپا کردی. بیا که بریم. از پیش چشمایم دور شو. باور کردن نمیتونم یوسف. تمام ای کارا رو ما کردیم. به تو شلیک کردم. بس است که باده. برات خود گفتم که فراموش کن. من خوب هستم، گریه نکن. من فقط به تو آسیب نرساندم یوسف. من به کلگی آسیب میرسانم. خدایی داره کده نمیتونم. بیبی یک نفر از دست داده میرم. باده هیچ کسی تو را رها نکده. لطفا این گپا را بس کن. خواهش میکنم به خود بیا. من میرم که برات آب بیارم. بیبی تو هم رفتی. اما کی از پیشم میرن. من اینجا تک و تنها میمانم. تک و تنها. اما من این تنهایی را تحمل ندارم. من میترسم. بسیار میترسم. خدا لعنتتان کنه. شما چه قسم از زنده و دنیا چی جواب خود دادین؟ شما خو میخواستین که به هوا خوبی کنین. همین خوبیتان است. هوا دخترم هر جایی هستی بیرون بیا. هوا ما فقط میخوایم که تو را نجات بدم. هوا ما میخوایم تو را از آتش که اینا برای درست کردن نجاتت بدم. ما فقط امیره میخوایم. خواهر خدای قدر خسته نساز. صدقه چم خواهر جان. خب ما دیگه میریم. آقا رمزی شما خواهر ما ببرین. دست من رها کن. متوجه خواهرتان باشین. با خدا هنوز خوب است عامر صاحب. بعضی وقتا نصف شب تا وضعیتش خراب میشه. هوا میگه بیرون میبرایه. خداوند شما را نبخشه. کاش که از اول میگفتیم که مشکلی روانی داره. من چی بفهمم که به پلیس زنگ میزنه؟ اصلا فکرم کده نمیتونم عامر صاحب. اما وقتی که شما گفتین گزارش داده بسیار تعجب کردم. خب روانی است که خوب شد که بخیر گذشت. پس روزتان بخیر. زنده باشی عامر صاحب. ای بی شرم بی حیا. از این به بعد برم نگو خواهر. دیگه برم خواهر گفتن نمیتونی.
کجاستی یوسف؟ من هستم. تو با کدام روی به من زنگ زدی؟ ها؟ یوسف تو میخوای چی کنی؟ ها؟ میخوای چی کنی؟ بادا چی شده؟ میخوای چی کنی؟ من به هوا زنگ زدم. با هوا زنگ زدی؟ خواستم معذرت بخوایم. میخواستم بگویم که از من شکایت کن. تو میفهمی که چی گفتم میری؟ باور کن میخواستم همین رو برش بگویم. میخوایم مرا دستگیر کنن، در زندان بندازن. من دیگه نمیخوایم به کسی ضرر برسانم و کسی از من دوری کنه. جدی میگی؟ واقعا می گپا برش گفتی؟ میخواستم برش بگویم اما به گپایم گوش نکرد و موبایل قطع کرد. بادا ولی از خدا دیگه ای کار نکو. بیا حالا صحتت خوب نیست، ای کار نکو. درست است؟ دیگه پا تو هیچ مقصر نیستی بادا، درست است؟ اما من ای کار کردم. من اسلحه را گرفتم، تو را زخمی ساختم، به هوا شلیک کردم. من ای کار کردم، به تو آسیب رساندم. من ای کار کردم. درست است بادا، تو مقصر نیستی. تو مقصر نیستی. هوا میره خوب میفهمه، ازت شکایت نمیکنه. بس از دیگه فراموشش کو، فراموشش کو. من ای کار کردم، من ای کار کردم. بادا بگیر یا ببناش. ما میگم تو دی کار هیچ گناهی نداری، درست است؟ کلش گناهیم است. حالا هم که پیشت هستم یه مشکل حل میسازیم. خواهش میکنم دیگه ای کار نکن، فهمیدی؟ بادا در اتاق هستی دخترم؟ چرا تلفنت جواب نمیدی؟ تو پیش دخترم چی میکنی؟ تو باز اینجا چی میکنی؟ با نظرم با تو مربوط نمیشه. اینجاست دخترم. کارای مادرت میبینی؟ ها؟ هیچی کار بود که رفت و پلیس شکایت کرد. ما خود ما کم غم داشتیم که یوم سرش زیاد شد. خوب شد که خدا زود پد کردی. او هم دای وضعیت خراب دخترم. تو خوب هستی هوا؟ ترسیدی اما تو نیست؟ البته که میترسی، بایدم بترسی. چی شده دختر؟ از ترس گنگه شدی؟ بالاخره از سوراخ بیرون آمدی نه؟ نه که من براتون مزاحمت میکنم. این چه قسم کار است که تو میکنی هوا؟ ها؟ کسایی که قاتلت بودن دوستت شدن و مادرت دشمنت. نه که او کارایشان فراموش کردی دخترم. مادر من براتون چی گفته بودم؟ براتون چی گفته بودم؟ نگفته بودم که نمیخوایم پیش پلیس برم و شما به کسی چیزی نگوین؟ ها؟ مام دیگه درد تحمل کردن نتانستم دخترم. فراموش کردی که تمام ای بلاها را اونا سر ما آوردن. تو حالا فکر میکنی که همه چیز تمام شده؟ نمیشه.
فراموشم نمیشه. دا تمام عمر در قلبم میمونه. مادر یوسف برام وعده داد که تمام مشکلات حل ساخته پیش میایه. وقتش که رسید دیگه لازم نیست که قسم پنهان شم. چرا نمیفهمین مادر؟ راست میگی. پس اگه این گپ از حال یوسف کجاست؟ اگه اینقدر تو را دوست داره چرا در تمام شب که مریض بودی درد کشیدی تو را به شفاخانه نبرد؟ برات نگفته که تمام مشکلات حل میسازه؟ اگه این قسمی است پس چرا تو حال از این زندان لعنتی آزاد نشدی دخترم؟ نمیشه. عشق شرط و شرایط نداره صدقیت شوم. اگه یک مرد به خانم خود وعده بده دیگه ضرور نیست که منتظرش باشی. فهمیدی دخترم؟ مادر بجایی که از دست من ناراحت شوی یک کم مغزت در کار بنداز. در آرزویی که تو هستی هیچ وقت برآورده نمیشه. او بچه به خاطر عشقش و این همه اتفاقاتی که افتاده مادر خود رها کرده نمیتونه. فهمیدی؟ خانم حامله خوده و طفلی را که در بطن نشسته ایلا کرده نمیتونه بیای همراهی تو زندگی کنه. راه یوسف مشخص است دخترم. نیک فراموش کردی از اولان با انتخاب کردن این دختر زندگی تو را به جهنم مبدل ساخت. میترسم اتو نشه که در آخرام کسی که زندگیش تباه میشه دختر ما باشه. وقتی که کلنگ دلست خود گرفت و سرم حمله کرد مجبور شدم که علاج کنم. چی بکردم؟ مرد ترسو نزدیک بود که به خاطر بیعقلی تو همگی ما را درد سر بفتیم. خواهر کجا میری؟ خواهر جان بانش که بره هوای تازه بگیره باز پس میایه. به خاطر ای بیفکری تو است که ما در این وضعیت قرار گرفتیم. خانم جرأت میکنه با پلیس زنگ میزنه. تو مانع شده نمیتونی دیوانه. تنها همی کار یاد دادی که چیغ بزنی غر بزنی دیگه از هیچ کار نیستی. دیوانی زنجیری. گل با آب دادی سیلام میکنی؟ کام است که خواهرت سکته کنه بدونی که فکر کنی و بیچاره را دیوانه جور کردی. ما خو نمیفهمم که شما چه قسم انسان هستین. کسی همراه یک مادر همی کار میکنه؟ خدا نکنه که کسی همراه شما در جنجال بفته. ما به خاطر هوا. حالی به خاطری اون مهم نیست. شما حتی پلیس هم فریب دادین. وضعیت او زن معلوم است دیگه. اگه ما به یوسف خان وعده نمیدادم هیچ کس نمیتونست که مانع ما شود سلطان خانم. اما دیگه نمیخوایم که شما اینجا باشین. از خانه ما بیرون برین. شما عصبانی شدین. هیچ نمیفهمین که اصل موضوع. ما با اصل موضوع کار ندارم سلطان خانم. بهتر است که از اینجا برین. با اندازه کافی برای دخترم درد سر جور کردی. بس از دیگه پیش دخترم نیایی. با خاطر که با تشویش بودم آمدم. شما هم دیگه یه قسم گپ نزنین. خب اگه گپ بزنم چی میکنی؟ پدر خواهش میکنم آرام باشه. تو مداخله نکن دخترم. تا حال چوب بودم اما بس از دیگه. پدر ما به شما دروغ گفتم. بله دروغ گفتم. میفهمین او اسلحه پیش ما بود. دمی خانه بود پدر. اگه یوسف نمی بود ما وقت خود کشته بودم و حالا در مقابلتان زنده نمی بودم. اگه من زنده هستم فقط به خاطر یوسف است.
تو میفهمی که چی میگی باده؟ یوسف مرا نجات داد پدر. دخترم حال دیگه من میرم. تو هم قدر ای طرف و او طرف نگرد. کم استراحت کن. زخمت هنوز تازه است. خاله مادرم راست میگه، اما تو نیست. حالا تقدیر و آینده یوسف به دست من است. باید طرف چشمایم سیل کن. با خاطر حمایت از این نفر دروغ نگو. با خاطر تو. نه خواهش میکنم پدر. از وقتی که وارد زندگی دخترم شدی روز خوشی رو ندیده. تو چه قسم انسان هستی؟ دیگه اجازه نمیتم که دخترم آزار بدی. تو حتی نتونستی از خانمت، نتونستی از زندگیت حمایت کنی احمق. بس است. بس است. پدر من یوسف بسیار دوست دارم. چرا نمیخواین این را بفهمین؟ این دوست داشتن نیست دخترم. تو عقلت از دست دادی. اگه تو را چیز میشد باز من چی میکردم؟ ببینین من حال پیش شماست و من خوب است و یوسف نجات امداد. قسم میخورم باور کنین اگه این نمی بود حال من وقت مرده بودم. خواهش میکنم پدر حداقل شما یوسف ازم نگیره، همسرم ازم نگیره. هنوزم میگی همسرم این لیاقت تو را نداره؟ نمیبینی که چی میکنه؟ نمیبینی که کدام کارا را انجام میده؟ لطفا پدر خواهش میکنم همسرم ازم نگیره. پدر این مسئله به آسانی حل نمیشه یوسف. باز ما تو دیواره گپ میزنیم. حتما.
شما به این گپ شک دارین نه؟ من میفهمم. این چه قسم گپ است که میزنی هوا؟ هیچ چیز نمیگین، جواب نمیدین. من چرا اینجا منتظر هستم خاله؟ دست و پایم بسته است، چرا ناق گپایش گوش میکنم و منتظرش هستم. از گپایی که برات گفتم ناراحت شدی اما تو نیست؟ شما خود چیزی نگفتین خاله. تا حالا تا یک جواب درستم به من ندادین. کی تو رو ناراحت ساخته جانم؟ ها؟ به نظرم از گپای مادرت ناراحت نشدی. بگو چی شده؟ من زخمی شدم خاله. و گفته مادرم چیزی نمانده بود که از این دنیا برم، ولی در این وقت یوسف فقط به فکر خانومش هست. از کجا میفهمی؟ باده برم زنگ زد، میخواست برام بفهمانه که یوسف کنارش است. با موبایل او زنگ زد. اما طور است در قصه من نیست. برایش هیچ مهم نیست که من زخمی شده. خاله شما بگوین من چی کنم؟ ولی یازد خدا برین ببینین که چی میکنه، ببینین کجاست. درست است من میرم میبینم، اما تو آرام باش، کل چیز خوب میشه، تشویش نکن. درست است. میفهمین من به یوسف بسیار اعتماد داشتم. اگه او حالا پیش خانمش باشه باز من میفهمم کمرای او و مادرش چی کنم. خوب میفهمم. پدرم به خاطر که ترسیده بود او کار کرد. میترسه که اتفاقی بر من افته. تو ازش ناراحت نباش. من به جای او ازت معذرت میخوایم. ازم معذرت خواهی نکن. درست است. ببین من بسیار عصبانی هستم. وضعیت تو هم خوب نیست. بس چند دقیقه استراحت کو باده. اگه چند دقیقه بخوابی آرام میشی. وقتی تو در کنارم هستی هم ما هم طفل ما بسیار آرام می باشیم. خانم کاکا. آی ترسیدم بچیم. خب چی گپاست؟ خبرهای جدید چی است؟ ببینین هر چی که پرسیدین جوابتون دادم. حتما همراه کاکایم گپ زدین. چی تصمیم گرفتن خانم کاکا؟ به نظرم تنها سر منه بلکه سر شما بسیار قهر است. نه که کدام اتفاق افتاده؟ اتفاق بزرگتر از این دیگه چی بوده میتونه ها؟ در بین خانواده یک بم انفجار دادی، انتظار داری دیگه چی شوه؟ خب او هم انسان از جانم. تو به خاطر بهتر ساختن اوضاع در یک مشکل دیگه بند مانده که اگه از اونجا بیرون شوه طوفان میبینه، اگه در اونجا بانه آتش میبینه. باید زودتر یک تصمیم بگیره. امیدوار هستم تصمیمش بر نفع کل ما باشه. خانم کاکا هیچ کاری نیست که شما نتوانین نزاح دهیش براین. اگه شما بخواین ده خانه آفتاب طلوع میکنه، اگه نخواین نمیکنه. بگوین دیگه با کاکایم چی گفتین؟ محمد پیش از این که آدم قدم برداره اول فکر میکنه ها؟ اما تو چی کردی؟
بدون ای که در مورد عواقبش فکر کنی هر کاری که دلت شد انجام دادی. حالی هم باید صبورانه منتظر باشی. پیش یوسف رفتی یا نه؟ نه نرفتیم. بله. بچه معلوم است که شما کجا هستین؟ خانم تام از دیشب تا حال خانه نامدن. شما تشویش نکنین. در خانه آقا جلال هستیم. تو با خدایا حداقل به ما خو خبر میدادین. مادر شما اینجا بیاین، من بیرون میرم. کمی کار دارم. نمیخوایم مادرتان رها کنم. چرا؟ نیگه کدام اتفاق افتاده؟ آقا جلال اینجا آمد. بسیار به تشویش معلوم میشد. وقتی براتان میگم بیاین پس بیاین دیگه. در تلفن گفتن همیشه. زودتر اینجا بیاین. درست است بچم. بر ما مهمی است که شما با هم هستید. من خو نشانی خانه آقا جلال نمیفهمم، پس نشانی را بگو که ما اونجا بیایم بچم. درست است، شما آماده شوین. ما با مراد زنگ میزنم. نشانی را برش میتم. درست است. اوه سلطانه خانم، خوش آمدی. چطور که آمدی؟ کجا رفته بودی؟ با یلماز خانه آوردیم. میخواستن کسی را که برام بسیار عزیز است از بین ببرن. رفته بودم پیش او. فکر میکنم جای میرین. یوسف خان از خانمش مواظبت کردن نمیتونه، شما کمک خواسته؟ نه خیر، بچه‌م و عروسیم بسیار خوش هستن. حالی هم در خانه آقا جلال هستن. دیشب اونجا رفتن. حال از مام خواستن که پیششان برم. کدام گپ دگام است که برات توضیح بتم؟ بخیر برین. با مام یک قهوه آماده کو بیار. بسیار وقت بادت یک قهوه مزه‌دار می نوشم. آقا یلماز حالا میخوای چی کنه جونیت؟ میخوای با وکیل گپ بزنه. بعد از اینکه اظهارات دادم باز امریکا میرم. تو واقعا به او اعتماد داری جونیت؟ طبعا که بالایش اعتماد دارم. چی؟ هر چی میگم گپ نزنم، اما نمیشه ای سادگی تو خو مرا میکشه جونیت. محمد برادرزادهش است. امکان نداره که تو را آزاد کنه و با جای تو او را در زندان بندازه. عادل محمد قصد جان او را داشت. خود یلماز خانم این گپ خوب میفهمه. او خانجی اغلو است. او هیچ وقت نام نشان خود لکه‌دار نمیسازه. اوه عادل بس است. تو چرا قدر به همگی بی‌اعتماد شدی ها؟ با خاطر که اعتماد به جای تو کم از مرا دیوانه بسازه. تو به خدای عادل نماندی که مزه همی قهوه در جان ما بیشینه بیادر. چطور امکان داره؟ کجا میری جونت؟ رمزی پدر بله هوا جان. خاله چی گپ هست؟ کدام گپ نیست؟ یعنی چی که هیچ گپی نیست؟ خاله رسیدین یا نه؟ رسیدم. خاله مرا دیوانه نسازین، بگوین باده و یوسف کجاستن؟ دختر ما به غیر از گپا از خود کار و بارم دارم، همه تو نیست؟ بله یاز خدا فهمیدم که اونا خانه نیستن، حداقل بگوین کجا رفتن؟ خب پس قول بده که آرام می باشی. بگوین که کجاستن؟ باده دیشب خانه پدر خود رفتن. یوسف هم اونجا خواستن. چی؟ ما کم است که با مرا بازو در فکر باده خانم است. دختر جان از کجا میفهمی که با فکر تو نیست؟ معلوم است دیگه. اگه با فکر من می بود باید زودتر باده را در گیر پلیس میداد. یعنی من یک قدر برش بی ارزش هستم؟
کمی صبر داشته باش. چرا؟ تا حالا که صبر کردم چی شد خاله؟ تا حالا هر گپی که گفته گوش کردیم، اما میبینین که او چی میکنه. نه، از این بابت خودم مشکلات محل میسازم. گوش کو چی میگم هوا. دیوانگی نکو. کمی صبر داشته باش. شاید او پیش خود اگر فکر داشته باشه. بله، دارم، معلوم است. حالا میفهمم که امرش چی کنم. دختر کمی خون سرد باش. این مشکلات با یک قسم عصبانیت حل نمیشه دختر. کمی حوصله داشته باش. با دزگیری بادا هیچ مشکلی حل نمیشه. حتی اوضاع خرابتر هم میشه. هوا خدایا تو خودت به ما یک راه را نشان بده. با او دختر کمی صبر بده. خیر تا سلطانه خواهر، به کی قسم دعا میکنی؟ به تو چی؟ برو به کارت برس. گفتو برو. ما پول باز برات روان میکنم، اما زنک جادوگری کار نکرد. ما تحمل کردن نتانستم و پس آمدم. این از امریکا؟ خب پس هوا کجاست؟ معلوم دارو را با خود ناوردم، نمیخواستم به خطر بیفته. از خاطر پول دخترت ده او کشور بیگانه تک و تنها ماندی باز اینجا آمدی؟ نه، خب میگی چی میکردم؟ بدون پول خون همیشه. خب به مزنگ میزدی. من میرفتم به امیدا میگفتم از یو طرف و طرف قرض میگرفتم مشکل حل میکردم. سایت اثر ما کم نشه، خود مشکل زود حل میسازم، باز میرم. اگه او هم خوش بود میایه، اگه نه باز نمیایه. کی؟ نه یعنی گفتم اگه پول داد خوب، اگه نداد مهم نیست. پدر نه که هوا ده ارگو پس شتو. کاکا جان بچیم بیا اینجا بیشی جانم. ده یوای سرد ششتین خانک نخورین. نه یلماز بچیم، اگه بگویم نه سردی را احساس میکنم و نه گرمی را باورت میشه. ناراحت معلوم میشین. این طرف که میامدم متوجهتان شدم. از این میخورین؟ تشکر بچیم. این از مادرم یاد گرفتیم و ها وقتی که ناراحت می بودم یا اعصابم خراب می شد باز از این برم آماده می کرد. می گفت اعصابت راحت می سازه. بعضی اوقات آدم فکر میکنه که تمام بار دنیا را حمل میکنه. اگر چوپم باشی نمیشه. گپم که بزنی بیفایده است. نمیخوایم از حد خود بگذرم یا مداخله کنم کاکا الماس. اگر از ما کدام کمک ساخته باشه برم گفته میتونین کاکا الماس. تشکر بچیم، زنده باشی. ایره جدی میگم کاکا جان، به خاطر که اینجا کار میکنم نمیگم. حتی اگر بتونم مشکلتان حل کنم بازم نمیتونم حقی که سرم دارین ادا کنم. من هر وقتی که مشکل داشتم شما کنارم بودین. در هر شرایط سخت به من کمک کردین. به عنوان بزرگ خانواده وظیفه‌ام است که از کلتان حمایت و پشتیبانی کنم. اما چی دروغ بگویم، نتونستم کمک زیاده برات کنم. خواهش میکنم کاکا جان. هرچی فکر میکنم به نتیجه نمیرسم. عقلم هیچ کار نمیکنه. کوشش میکنم که باور کنم، اما پریشانی مرا بسیار آزار میده. یعنی آدم به خاطر حمایت و پشتیبانی از خانوادهش تا این حد باید به باورها و اعتقاداتش پیش دور بده. یعنی میتونه این کار کنه؟ حتی فکرشم نمیکردم. چند سال پیشم در یک دوراهی بند مانده بودم. نمیفهمیدم که باید چی کنم. حیران مانده بودم که چی کنم و کجا برم بچیم. ولی بازم کوشش کردین که
یک تصمیم درست بگیرین. حال امامو کار کنین. حق با تو است یلماز بچیم. شما میتونین خوب فکر کنین. کافی است که صدای قلبتان گوش کنین. اما اگر از ما بپرسین به حمایت و سازماندهی یک خانواده نباید از هیچ کار دریغ کرد کاکا جان. خانواده بسیار مهم است. کلمه خانواده با آدم یک آرامش خاص میده کاکا جان. بچی باده چطور است؟ در پایین خواب است. بچی مریض خونه است نی؟ باده عامله است. تو باید مواظبش باشی بچی. من کمی کار دارم بیرون میرم. یوسف یک دقیقه صبر کن. میخوایم امرایت گپ بزنم. اتفاق افتیده؟ پدرت کل گپ فهمید. یعنی چی که کل گپ فهمید؟ در مورد هوا و در مورد کارای من. شما به خاطر نجات خودتان با اونا گفتین؟ بچیم تو واقعا ای قسم فکر میکنی؟ یعنی به نظرت ما اینقدر یک زن بی عقل و نافهم هستم؟ مادر بانندگی لطفاً. متاسف هستم برات. آقا جلال از کدام جای زنده بودن هوا را فهمیده. بعدن رفته به پدرت گفته. کل گپ به پدرت گفته. تو به خدای ما. حال آینده و سرنوشت ما وابسته به یک اشاره شماست بچیم. تو نمیخوایی چیزی برام بگویی یوسف بچیم؟ چی بگویم مادر؟ حالا وقتی گپان است. شما مواظب باده باشین. پدرت یگان فکر را کده. بیا که بشینیم درباره‌اش با هم گپ بزنیم. مادر حال کار دارم. شما متوجه باده باشین. ساعت 6 خوب نیست. درست است. اما میخوایم یک گپ ازت بپرسم. شما چرا اینجا هستین؟ چرا شب خانه نامدین؟ یعنی ما وقت نام آقا جلال میشنوم بسیار میترسم بچیم. ایره جدی میگم. دیگه نمیخوایم نام آقا جلال بشنوم. دیروز بالا سر هوا شلیک کرده. این مشکلات با این قسم عصبانیت حل نمیشه دختر. آی بچیم باده چطوری کار کده؟ آقا جلال از این گپ خبر داره بچیم؟ مادر بانندگی حال وقتی گپان است. اعصابم بسیار خراب است. عقل بادم سر جایش نیست. لطفاً او را تنها نمانین. خب هوا زنده مانده؟ نمیخواین که بشنوین اما بله زنده است. شما پیش باده باشین. اگه بیدار شد بگوین من زود میایم. بله. یوسف تو کجاستی؟ از وقتی که رفتی دیگه خبرم نگرفتی. اگه خبرتان نگرفتیم حتما دلیل داشته.
چی دلیلی داشته؟ چی شده؟ ما چند دقیقه بعد میایم باز گپ میزنیم. پیش او بودی اما تو نیست. آوا گفتم که پیشت میایم باز گپ میزنیم. خدایا خودت کمکم کن. خودت کمکم کن. انتظار دیدن من نداشتی؟ فیلین تو اینجا چی میکنی؟ نرفتم. یعنی چی؟ کجا نرفتی؟ صبح وقتی از خانه برآمدم اول وسایل ما جمع کردم. اقدر برات بی‌ارزش هستم که حتی نبودن ما احساس نکردی. باور کن مصروف کار و بار بودم. خدا ناق خسته نساز. از اولم برات گفتم ازت بازخواست نمیکنم. همراهت کار ندارم. نه تو را خسته میسازم و نه خدا. اما ما واقعا ازت انتظار ندارم که برام توضیح بدی محمد. مرا دعوت کردی. چند روزم در خانه‌ت مهمانت بودم. تصادفاً با چند نفر از اعضای خانواده‌تم آشنا شدم که بسیار خوش شدم. حالیم میخوایم کمی در اینجا تفریح کنم، باز میرم دوباره به شهر خودم. ازم ناراحت هستی، میفهمم، حق داری، ولی برات یک پیشنهاد دارم پیلین. اگه امشب کدام برنامه نداری میخوایم دعوتت کنم. میخواستم گل را که خوشداری بخرم پیدا نکردم. میشه بگویی که چرا اینجا آمدی جنید؟ نه خیر، تشکر لازم نیست. ضربه که به سرم خوردن اوزم یادم است. سرم تا حال گنگس است. هوا به نظرت من بسیار ساده هستم؟ نفهمیدم منظورت چی است؟ امروز عادل گفت تو بسیار ساده هستی. هر کس که هر چیز میگه زود باور میکنی. دم لحظه یک نفر دیدم. میفهمی پدرته؟ هیچ نفهمیدم که من در امریکا هستم یا ای که در اورگوپ هستم. باور کن من میخواستم از اینجا برم، اما حالا خو اینجا شیشتی. من به خاطری که از زندان نجات پیدا کنم پیش تو در امریکا به مزار دروغ گفتم دختر. اما میبینم که تو هنوزم اینجا هستی. خب پدرم برات دروغ گفته. من تو را از خود کده بهتر میشناسم. تا امروز کل چیزا باور کردم، اما دیگه خدا فریب نمیتم. هوا با خود میگم که اگه ای دختر میخواست بره هیچ کس مانیش نمیشد و میرفت. اما حالا که نرفته پس حتما یک دلیل داره. نظر تو چی هست؟ من راست نمیگم هوا؟
یوسف یوسف عزیزم نترس من هستم آرام باش دخترم آرام باش. یوسف کجاست؟ نه که رفته. پس میایه عزیزم پس میایه. گفت که زود پس میایه. تو بخواب. از شرکت برش زنگ زدن اونجا رفت. دختر گلم دختر نازدانیم هیچ فکرش نمیکردم که این کار کنی. چرا اشتباه کردی دخترم؟ ها؟ کلگی از این گپ خبر شدن؟ نه خیر کسی خبر نداره. یوسف مرا اینجا خواست باز این گپ برم گفت. اما ما برات یک گپ میگم دخترم. در هر شهر یک خیر نهفته است. بچه‌م بسیار ترسیده بود هم به خاطر تو هم به خاطر طفلت. برم گفت که از پیشش شور نخوری. ما بسیار زود پس میایم. باده جان آرام باش. چرا گریه میکنی؟ اتفاق بسیار بدی افتاده مادر. بسیار بد. معذرت میخوایم. نمیخواستم تو را بترسانم یا ای که ناراحتت بسازم. نتونستم خود اداره کنم. حالا از دست پدرت ناراحت هستم به خاطر کارهای احمقانه که با ما تو کرد. تا امروز قدر دروغ شنیدیم که حالا میخوایم حقیقت بشنوم. حداقل یک بار برم واقعیت بگو هوا. جونیت ما هیچ وقت برای دروغ نگفتیم. پدرم برای دروغ گفته. میفهمیدم. حدس میزدم. ولی میخواستم یک گپ باور کنم. ای که هنوزم مرا دوست داری جانم. درست است. من میفهمم که تو چی میگی. خوب فهمیدیم که چقدر دوستم داری. اگر نمی داشتی وقت همگی مرا مرده فکر میکردن با من کمک نمیکردی و در کنارم نمی بودی جونیت. اما من بازم خانجی اغلونه. بازم فریبش خوردی. جونیت یوسف مرا فریب نداده. با من وعده داد. حالا شاید تو باور نکنی اما من واقعا از دستش فرار کردم. ولی او مرا پیدا کرد و مرا پس آورد. وای عشق بیبی. خانمش در کنارش ندیدی؟ متوجه هستی که چی میگی؟ ها؟ تو دیوانه شدی؟ گفتم که یوسف به من وعده داد. میفهمی یا نه؟ میخوای از خانمش جدا شوه. میخوای با من زندگی کنه. دختر مقبولم. این اتفاق چطور افتاد؟ برام بگو چطور این کار کردی؟ نمیفهمم. دو لحظه هیچ فکرم در جایش نبود. دخترم چرا برام خبر ندادی که زود پیشت می آمدم؟ من به یوسف گفتم بریم شفاخانه اما او قبول نکرد. گفت یک زخم سطحی است و زخمش بسته کرد. من واقعا نمیخواستم به او ضرر برسانم. شما خو از دل من از احساساتم خبر داره. من به خاطری که به کسی ضرر نرسانم خواستم خودم بکشم. آرام باش لطفا. میفهمم که لحظات سخت را سپری میکنی اما دیگه یه همه را فراموش کن. ها؟ بخیز که بریم دخترم. اینجا نه برای تو جای مناسب است نه برای طفلت. بخیز یوسف بریم در خانه خودت منتظر شوهرت باش. او هم اونجا میایه. بخیز که خانه بریم. بخیز. تو چطور میتونی با گپ او باور کنی هوا؟ ندیدی که او تو را اله کرد و با دختر دیگه ازدواج کرد؟ نام تو را از زندگیش پاک نکرد هوا. چند بار به تو قول دادم و عمل نکرد. چطور میتونی اونا رو نادیده بگیری؟ بله میفهمم. امی گپا میگه که مرا دوست داشت. چون امی گپا را من به خود میگفتم که هوا مرا دوست داره. او منتظرم است.
همه قسم خدا فریب دادم. اما بیبی چی شد؟ خدا لعنتت کنه. بیبی چی شد؟ چی فکر میکردم چی شد؟ مطمئن باش میبازی هوا. او یوسف نه خانمشه نه مادرش اعلام میکنه هوا. اما درست است. هر کار میکنی بکو. بزودی را خواهد فهمیدی که حق با کی است. ولی یک بار دیگه اگه یک بار دیگه ایلایت کنه ای خدا چوری دختری کارم میکنه. ما چی گناه کردیم که هر بار قسم عذاب میشم خدایا. جنید ما هیچ وقت به تو امیدی ندادیم. هیچ وقت. خب اگه او قدری که میگی دوستم داری بهتر است که بری، چون این زندگی خودم است. فقط برو. مطمئن باش بیبازی هوا. بزودی را خواهد فهمیدی که حق با کی است. یوسف بالاخره آمدی. بله آمدم. چی گپ است؟ تو را چی شده؟ فقط که به زور اینجا آمده باشی. اگه او تو می بود هیچ نمی آمدم. تو را چی شده؟ من تمام روز تنها بودم، از درد کم بود بمرم. تو کجا بودی؟ پیش او بودی اما تو نیست. واقعا نمیفهمم یوسف. از یک طرف میگی که تو را تنها نمیمانم، از طرف دیگه وقتی به تو احتیاج دارم ایداد کردن نمیتونم. دیگه ای بازی بس هست. تو خودت هیچ میفهمی که چی میکنی؟
چرا جواب من نمیدی؟ حق معمی است. همگی میخواین ما از بین برو. هم مادرت میخوایم، هم خانمت باده میخوایم. کلگی منم به مرگ تهدید میکنن. من چند بار دیگه باید بمرم. تو مرا چرا امتحان میکنی؟ نفهمیدم منظورت از امتحان چی است؟ دیروز بادا اینجا آمده بود نه؟ گفته با ما بگویی که کل چیز خلاص است. وقتی با من نگفتی با تو شلیک کرد. اما تو نیست؟ بله. تو خب با ما دروغ نمیگی نه؟ چی قسم دروغ؟ ما برات دروغ نگفتیم. بگو چی گفتیم؟ پس چرا با بادا گفتی که ما و تو با هم بودیم هوا؟ این خود دروغ نیست. منظور ما این است هوا. موضوع ما برای سخت تمام شد. از امی خاطر مرزد. امی باعث شد یوسف. ما کوشش میکنم تعادل برقرار کنم. دیگه هیچ کار نمیکنم هوا. یه قسم نمیشه. ضرورت نیست که دیگه را بیشتر اذیت شوند. چی قسم اذیت؟ نفهمیدم. میخوایی چی بگویی؟ منظورت است که من برش اسلحه دادم بیای سرم شلیک کنه ها؟ آوا ما ازت یک سوال پرسیدم. گفتم تو برشی گپا گفتی یا نگفتی؟ بله ما گفتیم. ای که ما برش گفتیم مهم است یا اتفاقی که افتیده یوسف؟ ما نمیتونیم با هم گپ بزنیم؟ چرا همیشه ای کارا میکنی؟ تو چرا حامله بودن بادر از ما پد کردی؟ ها؟ تو چرا برام دروغ گفتی؟ به خاطر که با تشویشت بودم گناهکار شدم. ای قسمی با تشویشم بودی؟ ها؟ تو خودت چرا نگفتی که خانمت حامل است؟ که بعدن خودش بیایه و مرا با مرمی بزنه و بگویم از یوسف حامل هستم. و وقتی که برش گفتم ما با هم بودیم من مقصر شدم. اما تو رست گناه مهمی است. تو پنهان کاری کنی و از دیگران خبر شوم. به نظرت این کار درستی است؟ ده اصل تو سر ما اعتماد نداری ها؟ من برات نگفتم یوسف. تو با این کارت منو مجبور میکنی که اینا را بگویم. دیروز همراه بادم همین قسم گپ زدی؟ همین قسم رویه کردی؟ تو میخوایی کاری کنی که گناه باده پوشیده شوه. میخوایی از او حمایت کنی. مقصد تو همی است نه؟ برام بگو او چطور شلیک کرد؟ چطور این کار کرد؟ اما قسم که اسلحه گرفته پشت خانه محمد. اما قسم هم شلیک کرد. حتما او وضعیت خوبی نبوده هوا. واقعا؟ تو دروغ او را قبول داری اما حقیقتی نه که من میگم. برات هیچ ارزش نداره اما تو نیست. بخیز از اینجا برو یوسف. برو و هر کاری که دلت میخوای انجام بدی. بفرمایین یولماس خان. تشکر دخترم. باید اینا را در شکم سیر بخورین. خوش آمدین. برای ما میگن چیز بیار که بخوریم. درست است. میخوایم امرای کاکای معرفیتان کنم. درست است؟ کاکا معرفی میکنم. دوست دخترم پلین. خوش شدم دخترم. مام همچنان. بشینه. نوش جانتان. تشکر. بفرمایین.
ما میفهمدم که قسم میشه. از بس که هوا زیاد گفتی خود کاملا فراموش کردی. بیادرم یک خیال نیست، او دختر زنده است. اوه بان دیگه بیادر امکان داره؟ توبه توبه اوف، چند بار برات بگویم احمق. او دختر در حالی که زنده بود میگفتن مرده. یعنی رمزی هم خبر داره؟ البته که خبر داره. کلی دستی سرمو ساخته. او رمزی پفو که نمیشناسی. او به خاطر پول آدم هم میفروشه. ای چطور امکان داره؟ امکان داره بیادر. برات یک چیزم میگم. ای بین ما باشه، کسی دیگه نفهمه. گوش کو، امکان داره کسی بشنوه و بره هوا را اذیت کنه، باز ما هم عصبانی میشم و کلشان از بین میبرم. عادل باز وقت تو برای خود میری و ما برای خود. بیادر اگه بگویم هم کسی به گپم باور نمیکنه. برام گفته بودی بی عقل هستم. بسیار ناراحت شدم. اما حق به جانب بودی. تنها بی عقل نیستم، دیوانه هم هستم. رمزی دیوانه میخواست پول از امیده گرفته و هوا رو به امریکا روان کنم، هم از پیشش اونجا برم. اما بیبی خودشان اینجا هستن. حال علت امریکا رفتن تو معلوم شد. پس هوا چرا به امریکا نرفت ها؟ یوسف برش وعده داده بود که از بعد جدا میشه و همراهی او عروسی میکنه. اگر یوسف و وعدهش وفا کنه من تباه میشم. اگر نکنم هوا بسیار ناراحت میشه. این کار قدر آسان نیست. استاد میشه روزنامه امروز بر ما بتین؟ بسیار جالب است بیادر. از چی وقت روزنامه میخوانی؟ وقتی نمیتونه خانجی اغلو و دختر طلاق بده پس گوش کن. بگی خودت بخوان. او دختر بسیار هوشیار و بیدار با ازدواج کردن همراه یوسف قسمت زیاد داری او را به خود اختصاص داد. دیدی بیادر؟ وقتی میخواست از هتل برای ازش خواهش کردم که همراه ما بیاید. باز آمد. حتی یک دو روز مهمان من بود کاکا جان. اما متوجه بودن تو نشدم. راستش هیچ کس مرا اینجا ندیده، فقط با عروستان بادا آشنا شدم. او وقت شما در شفاخانه بستر بودن، بعدن ما به هتل رفتم. همین علتش بوده که شما رو ندیده بودم نی؟ راستش به خاطر معرفتان منتظر یک فرصت بودم که امروز به دست آوردم. به اجازه تان میرم دستای ما بشویم، زود پس می. او طرف دست چپ. درست است. به اجازه تان. حال سرم اعتماد کردین کاکا جان. ما ای دختر دیوانوار دوست دارم. احساسی که نسبت به وعده داشتم از بین رفت. میخوایم با ای آینده ما بسازم، صاحب فرزند شوم. البته اگر جونیت مانع خواست ما نشه. خواهر بیچاره، خدا میفهمه که چقدر خنک خورده باشه. دلم برش میسوزه. معلوم نیست که چی فکر میکنه. درباره هر چی که فکر میکنه به من غرض نیست. با خاطر فهمیدنی که چی فکر میکنه
تو باید مادر شوی دختر. تا مادر نشی نمیتونی او را درک کنی، فهمیدی؟ منظور من یوسف از خاله. البته با دی بیچاره هیچ کل گناه از من است، چون من بر او خانم مسلحه را دادم. من مقصر شدم، اما او مقصر نشد. با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنم خاله. ای دیگه چی قسم عدالت است؟ تو سرش زیاد فشار آوردی. سر هر گپش گپ میزنی. هر چی که دلت خواست برش میگی. کمی مهربان باش، خونسرد باش، صبور باش. حالا فهمیدم. نمیتونم خونسرد باشم خاله. وقتی در پیشونیم از یک زن دیگه حمایت میکنه خونسرد بودن نمیتونم. وقتی امروز تو گپ میزنه خدا اداره کردن نمیتونی دختر. با لج بازی نمیتونی، بعد دفعه که داری خدا برسانی ایره باید بفهمی دختر. قسم طرفم سهل نکن. این مفکورت از بین ببر. من میفهمم که تو چی فکر میکنی، اما از این کارت چشم پوشی کردن نمیتونم. چون قبل از اینکه برای چیزی بگویم بدونی که فکر کنی و کار انجام میدی و باز میری با یوسف دعوا میکنی. هوا جان بعدن خدا به این وضعیت میرسانی. بس است دیگه، من از شما خود چیزی نخواستم. توبه توبه. اعصابت خراب نکن دختر جان. ببینم که چی میشه. فکر میکنی با این کارت رابطتان محکم میشه، اما برعکس خرابتر میشه. این کار نکن جانم. درست است. خسته نباشین. ما از راه کمی کسانه خریده بودم، گفتم کمی به شما بیارم. ما چیزی را که باید گفتم و چیزی را که باید فهمیدین. و بعد از قدر دروغا شما را در خانه نمیخوایم سلطان خانم. مرا درست نمیشناسی. از همین خاطر درباره‌ام بسیار زود قضاوت میکنی. چون تو نمیفهمی که کلان کردن یک طفل به تنهایی چقدر مشکل است. او هم در اوضاع بسیار بد و خراب. ما به تنهایی خود بچه ما کلان کردیم. میفهمید در خانه مردم سالها نوکری کردم. بله، بعضی وقتا ما آدما غیر از دروغ گفتن دیگه کدام چاره نداره. ما قرارشی چی کنیم دیگه؟ امروزم یکی از همون روزاست. به خاطر هوایم دروغ گفتم. اگر نیاز شد دیگه هم دروغ میگم. به خاطر که هوایم در خطر بود. او جانم است. خواهر، هوا بسیار سرد است. اینجا خنک میخورن. بخیزن داخل برن.
بیادر جان چی گپاس خواهر جان؟ خوش آمدی. خوش باشی خواهر جان. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم اما زیاد نه. تو چطور هستی؟ خوب هستم تشکر. خوش آمدی بچیم. خوش باشین. ما هم چند دقیقه پیش آمدم مادر جان. دیدم استراحت بودین مزاحمتان نشدم. کار خوبی کردی دخترم، کار خوبی کردی. بادا در اتاق خود است. بله در اتاق خود است. بیچاره گریه کرده خود هلاک کرد. بله. بله. یوسف کجاستی؟ باید با هم گپ بزنیم. فعلا خوب نیستم، بعداً گپ میزنیم. ولی باید امیال گپ بزنیم یوسف. اول تو کمی راحت شو تا حدی که بتانی مرا درک کنی، باز بعداً گپ میزنیم. یوسف چطور هستی؟ دیگه مرا رها نکنی. همیشه در کنارم باش. وقتی تو نمی باشی بسیار میترسم. درست است، حال خوب پیشت هستم. چند دقیقه دیگه هم استراحت کن. یلماز خان تو اینجا چی میکنی؟ از برای خدا هوا سرد است. -10 درجه از خنک میخوری. از عملیاتت قضیات وقت نمیشه. محمد چقدر خوشحال است نی؟ از او دختر زیاد خوشم آمده. چقدر چشمای مقبول داره. با ادب هم است. اما بچه ما کم تالیست. حالا که میخوای زندگی خود رونق بده کل چیزا سرچپه شده میره. دروغ میگم یلماز خان ها؟ به نظر تو مده باری خود فکر میکنم اما محمد پیش چشمای خودم به دنیا آمده. بعد از مادر خدا بیامرزش مرا مثل مادر خود فکر میکنه. به اعتراف میکنم که سالی کلان نشد، اما بازم در شرایطی است که تصمیم گرفته که بازم زندگی خود دوباره بسازه. یلماز خان به گپایم کم فکر کو. ای قسمی ما او بیچاره را کمک میکنیم. در ضمن ما محمد که بچه ما میگیم و مثل یوسف دوستش داریم، بر او یک فرصت دگام دادیم. اوه ما برای چی گفتم شریک جان؟ دخترم همیال خانه رسیدم. خاله یوسف کجاست؟ خانه آمده؟ یک کمی سرم رحم کو دختر جان. ما برای زنگ زدم، برام گفت کار دارم. چی کار دارم میخوایم بفهمم.
سنگار دانه دانه در چا میندازه، پس اونا را از چا میکشه. در جمع باشه. یک دقیقه صبر کن ببینم که او در خانه است یا نه. واقعا بسیار مزه‌دار است. معلوم میشه که دست پخت تو هست. راست میگی؟ تو این از کجا میفهمی؟ ها؟ نه که غذا صدا میکنه که پنار میگه. چطور؟ دختر یوسف خانه آمده یا نه؟ فعلا بالا ده اتاقش است. خانه آمده، فعلا در اتاقش است. خب پس تو یعنی همراه باده هست. اونا چی میکنن خاله؟ خب چی خود کردن؟ دختر من چی میفهمم که اونا چی میکنن؟ خداوند شما را هر چیز زودتر برسانه که ما از دست شما راحت زندگی کرده بتانم. چیزی را که باید فهمیدم. حالا دیگه خلاص شد. چی خلاص شد؟ دختر بگو من چی کردم میتونم؟ بالاخره او خانمش است. من برش گفتم میتونم که در اتاق خود چی میکنی؟ فکر کنم متوجه گپای من نشدی. ها؟ من برات چی گفتم که صبر کو. وقتی برات قول داده که خانم خود طلاق میته، همراه تو ازدواج میکنه. ها؟ تو خود ناراحت میسازی. درست است بعدن گپ میزنیم خاله. کی است؟ معظم کاکا جان باز کو. کاکا رشید، من یادمم میشناسم، از اقارب ماست. شما به تشویش نشین، از کل چیز خبر داره. توبه از دست شما مردم. جنید چرا باز آمدی؟ یوسف برات قول داده بود نه؟ آمدی که میره بگویی در این باره خو گپ زدیم. اوا تو بازم اشتباه میکنی. بگی یا مدرک جانم، حالا خود فهمیدی که طلاق میگیره یا نه؟ ای چی است؟ ده ای چیز است که یوسف برای همگی قول داده، نه تنها به باده، حتی با شرکت پدر خودم قرارداد کرده. فهمیدی؟ بگی باشه پیشت، بخوانش تا که میتونی. بخوان فکر کو بعدن تصمیم خود بگی. ببین عوض ما کی انتخاب کردی. پیوند بزرگان میان تاجران مشهور کشور، در نخست میان فرزندان و سپس میان شرکت های خیش پیوند بستند. باده جان، چطور هستی عزیزم؟
خوب هستی بادا جان؟ بادا جان نمیفهمم چی شده. کسی هم این چیزی برام نمیگه، اما معلوم میشه چیز ناراحت هستی. ببین نمیخوایم اذیت شوی، اما اگر روز خواستی با کس درد دل کنی من اینجا هستم. خواستم میره بفهمی، درست است؟ خوب هستی بادا جان؟ تو خنک خوردی؟ ها؟ آی دستایتان بسیار یخ زده. صبر کو که یک جاکت برد بیارم. بادا؟ آها آی اینا چی هستن؟ اوه اینا چه شیرین هستن. بعد از هر وقت به خرید که رفتیم ما امرایت میرم. میخوایم که به پدرزادیم یکان چیز بخرم. اوه چه قناز است. اینا دیگه چی هستن خدای من؟ چقدر خرد و مقبول هستن اینا. اوه خدای من، خدایا من چی کردم؟ چرا این کار کردم؟ بالا؟ حالا من چی کنم؟ خدایا من حالا چی کنم؟ بادا چی شده؟ خدایا حالا چی کنم؟ خدایا چرا این کار انجام دادم؟ چرا این کار کردم؟ خدایا من چی کنم؟ خدایا او را از دست دادم. خدایا من او را از دست دادم. او دیگه نمیاید. من او را از دست دادم. خدایا از دست دادمش. چرا این کار کردم؟ چرا این کار کردم؟ لا دختر تو دیوانه شدی؟ نه کاملا خوب هستم. میخوایم با یوسف گپ بزنم، برین صداش کنی. بله از خدا برو. با این کارت آبروی ما رو میبری. با این سر و وضع تو معلوم میشه که تازه از جنگ برگشتی. خاله برین صداش کنین. اگه صداش نمیکنین من خودم داخل میرم. یوسف خلاص شد. تنم از دست دادم. یوسف
یوسف تو بادا آرام نمیبینی باش. نمیبینی او را از دست حالا مادر دادم چی شده؟ میشه برام بگوین؟ کل چیز خلاص شد کل چیز خلاص شد یوسف نمیخوایم زندگی کنم نمیخوایم زنده باشم نمیخوایم یوسف نمیخوایم زندگی هوا کنم آمده طفلم از دست خاله چرا اینجا آمده چی گپ است؟ نمیخوایم میگه تا زنده یوسف باشم نیایم از اینجا نمیرم نمیخوایم چی کنم زنده دیگه باشم. بچه نمیخوایم بادا زنده آرام باشم باش. نمیخوایم زنده باشم منور. نمیخوایم درست است بادا زندگی آرام کنم. باش. یوسف نمیخوایم زندگی کنم چی شده؟ طفلم از دست دادم هوا آمده دیگه به زندگی پایین برای منتظرت من است ندارم. میخواهد تو را ببینه یوسف بچه نمیخوایم دیگه زندگی کنم نمیخوایم هیچ چیز نمیخوایم یوسف نمیخوایم زندگی منور. کنم متوجهش باش ما پس بریم. نمیخوایم زندگی بادا چرا تو میکنی بس است دیگه بگی آبونوش بگی که خوب شوی بگی Yılmaz Khan. تو میخوایی چیزی را برام بگویی؟ درست است نفهمیدم. کاری را که گفتی انجام بده ای باور کردن نمیتونم یلماز خان. تو واقعا راست میگی باور کو بسیار خوش شدم. ای کل چیز خوب خود شد زنده باشی یلماز خان دیگه هیچ کدام مشکل پیش نمیایه. زنده باشی یلماز خان زنده باشی. شاید با این کار حل شود اما بعد از تمامی گپا فکر نکنم بتانم زیر یک چتر همراه زندگی کنم حمیده میخوای میره در مقصد جای بتیم چی شده خیرت باشه چرا اینجا آمدی؟ قرار بود که ما تو دست داخلی خانه شویم امی قصه برام قول نداده بودی؟ من واقعا نتونستم بفهمم که تو میخوایی بالاخره چی کنی یوسف بخوام این دهی چی نوشته شده؟ مثل دیگه گپایی رام بود کردی به نظرم تو هیچ مرا درک نمی کنی. بعد از ساختن تو یک زندگی چطور میتونی او را طلاق بدی یوسف؟ تو فقط به خاطر گفتن همین گپا آمدی حالا وقتش نیست هوا میفهمی؟ بله وقتش است وقتش است که باید یک تصمیم بگیری یوسف بگو بعد از این میخوایی زندگی تا با کی ادامه بدی با من یا با باده؟ خب منتظر جوابت هستم ما برات چی بگویم؟ ما در این مورد با هم گپ نزده بودیم؟ خودت خوب میفهمی که من میخوایم همراه کی باشم. ما بیشتر از این دیگه چیزی را نمیفهمم ما بسیار پریشان هستم چون هیچ گپت مطابق عملت نیست یوسف کدام گپم مطابق عملم نیست؟ تو از روزی که مرا پیدا کردی رفتارت کاملا عجیب است اینه قبول دارم که تو مرا میخوایی اما عمل و رفتارت کاملا چیز دیگه ای را میگه تصمیم داشتی که انتقام مرا بگیری اما تو نیست
اما حتی هنوزم کسی نمیفهمه که من بدبخت زنده هستم. من در مقابل مشکلات استادگی میکنم با امیدی ای که تو میایی من نجات میدی، اما بعدم میای کار دل خودم میکنم و میره. بعدن تو پیش میایی در حالی که من توقع حمایت از تو دارم، در مقابل استاد شده از او طرفداری میکنی و در آخر منم مقصر میدونی. ما تو را مقصر نمیدانم. نه تو این کار کردی. نمیفهمم تو به او چی گفتی که آمد سرم شلیک کرد. خودت نگفتی که کسی او را وادار به این کار کرده؟ گفتی زود قضاوت نکن. اما وقت برات زنگ زدم گفتم بیا که با هم حلش کنیم، اما تو موبایلت قطع کردی یوسف. این خود تنها گپایت بود، پنهان کاری های تامس. ای که تو پدر طفل شدی و در تجارت هم همراه شریک هستی، ای گپا را کلش از روزنامه فهمیدم. گپ بزن. نه یوسف، چرا چوب هستی؟ اگه تو به جای من قرار می داشتی باز چی میکردی؟ لطفاً امروز واضح گپ بزن. میخوایم بفهمم که تصمیم تو چی است یوسف. میخوایم امیاله بشنوم. بیا عزیزم بیا. بیرون بیا. بیا بیرون برو. بیا بیرون تا که کم هوای تازه بگیری. بیا بادا جان بیا که با هم گپ بزنیم. بادا جان. بادا من نمیفهم تو را چی شده. دیگه هیچ کس هم برای من چیزی نمیگه. به خاطر چی؟ یوسفی گپا را برام نزن. ای صدای او است. صدای کی؟ صدای خودش است. او اینجا چی میکنه مرفر؟ تو چرا چوب هستی یوسف؟ او در خانه چی میکنه؟ من خو هیچ نفهمیدم. یعنی در خانه‌ای که ما 40 سال زندگی کردیم از اینجا باید برم؟ یا ای که تو میخوایی بری یلماز خان؟ ما درباره رفتن از خانه چیزی نگفتیم. منظوری می بود که ما و تو دیگه با هم بودن نمیتونیم، فقط همی. ما و تو 40 سال عمر خود در زیر یک سقف سپری کردیم. این کار اصلا امکان نداره. برای اشتباه ما همی بوده دیگه همیده. در این مدت با کسی که نمیشناختمش تمام عمر من سپری کردم. میبینی که از برکت در چی حال قرار دارم؟ بیبی که تو مرا در چی وضعیت انداختی همیده. وقتی به اینا فکر میکنم نمیتونم خود قانونی بسازم که امرایت باشم. دیگه نمیخوایم ببینمت همیده. یعنی تو میخوایی از ما جدا شوی یلماز خان؟ بادا آرام باش. الهیم که بادا او خانه ما چی کار میکنی؟ الهیم که او اینجا چرا اینجا آمده؟ لطفاً بادا آرام باش. چی کار میکنی؟ بادا دختره. بادا آرام باش. الهیم کوهر جان ببینین او اینجاست. پدر او چی میخواه؟ او از ما چی میخواه؟ از یوسف چی میخواه پدر؟ او به خانه ما آمده. دخترم او کی را دید که قسم شد ها؟ پدر جان میفهمین که در پایان کی از باورم نمیشه. پناه به تو خدایا. او در پایین است. او چطور جرأت کرده که اینجا بیاید؟ او را میبره. یوسف از پیش میبره. نمیخوایم او را ببره. من نمیخوایم او را از دست بدم. او را میبره ما جان. درست است. آرام باش. آرام باش دخترم. این کار اصلا امکان نداره ها؟ امکان نداره فهمیدی؟ یوسف رو پس روان میکنه. تشویش نکن. مهم ای است که تو آرام باشی. صدقیت شوم آرام باش.
شما از این گپ خبر داشتین؟